السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاگردای عزیز انشاءالله خوب هستین. بریم به کلید دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. کتابتان را باز کنین. کلید دوم، علت تسمیه یا نامگذاری عقیده به این اسم. ما بفهمیم که مثلا چرا عقیده را عقیده میگن، چرا عقیده را عقیده میگن. این حال علتش چی است که به این نام نامپذیر مانده؟ متوجه هستین؟ اینال برای این که جواب چی است؟ برای این که قلب انسان با معبودی که به او عقیده دارد ربط و بسته، همین عقیده قلب انسان را با معبودی که به او عقیده دارد ربط و بسته می نماید. یعنی عقیده توحید، وقتی که ما و شما عقیده توحید داریم، این عقیده چی میکنه؟ قلب ما را با الله بسته میکنه، قلب ما را با الله ارتباط میده. از این خاطر در هر مشکل خود و در هر سختی خود با کی ارتباط داریم؟ با الله متعال. این عقیده هست. عقیده اسلامی قلب انسان را به الله ربط میدهد و اگر کسی عقیده درست اسلامی را نداند، قلب او را شیطان به مخلوقات دیگر حتی حیوانات و نباتات ربط میده. یعنی اگر انسان عقیده را بفهمه، قلبش همیشه چی باشه؟ قلبش با الله هست، زبانش با الله هست، فکرش با الله هست، در مشکلات، در خوشی‌ها، در هر وقت متوجه الله می باشه. اما اگر انسان عقیده توحید نفهمه، مشکلش در چی میشه؟ شیطان میگیره امی قلب از به یک مخلوق انتقال میده. این مخلوق میشه یک ملائکه باشه، میره ملائکه را عبادت میکنه. میشه مخلوق جن باشه، میره جن عبادت میکنه. میشه یک شخص خوب فوت کرده باشه، قبر از رو میشه قبر از رو عبادت بکنه. میشه انسان خوب، مثلا خوب آدم بوده، مجسمه از رو جور کردن، میره به مجسمه. پس در وقت مشکلات تو را قلبش به طرف مجسمه میره، قلبش به طرف قبر میره. قلب بعضی کسا مثلا به موره میگه این موره تو را از بلا نگاه میکنه، قلبش به موره وابسته است، موره رو در گردن خود میپرده، خود به موره تسلیم میکنه. پس عقیده توحید چی است؟ اینه به خاطر از این عقیده میگن که قلب انسان رابطه میته با کی؟ با الله متعال. پس وقتی که قلب انسان با الله باشه، زبانش و فکرش و عملش و کلش به خاطر الله میباشه. پس از این خاطر، از این خاطر عقیده را عقیده میگن. به خاطر چی؟ به خاطر که انسان که عقیده توحید درست خوانده باشه، قلبش به الله متعال چی می باشه؟ بسته می باشه، محکم می باشه و همیشه ارتباطش با کی می باشه؟ با الله متعال می باشه. الله متعال ما و شما را توفیق استقامت نصیب بکنه که همیشه قلب ما با الله باشه و از غیر الله هیچ وقت تقاضای نداشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.